مجرای وخش در شهر نارک در 10 سال اخیر چند نفر را برده است. گهازنان خود را قصداً به این دریا پرتافتند. الف ماه خدای نظر و زنی 28 ساله ساکنی دهه لنگر 13 ایون خود را در همین دریا غرق کرد. این همان جایی است که الف ماه خود را به دریا پرتافته است. پیش از غرق شدن الف ماه خواهر او شاهد این حادثه بوده است. حتی ماهیدارا دیده جرأت نکردند که او را نجات دهند، چون آب دریا خیلی برند است، زیرا شرشره نیروگاه باز است. در تابستان آب دریا خیلی بلند می شود، امکان ندارد که غرق شده ها را نجات دهند. نازنین بابیه مادری الف ماه خدای نظر و چند روزی اخیر عزا دارد. میگوید که دخترشان الف ماه زود زود از خشونت و زورآوری و لط و کوب شدنش از جانب همسرش شکایت میکرد. آنها این حادثه را پنهان میکردند به امید که روز این خشونت انجام یابد. میگفت که میزنم عزا و میتیه. من خودم دیدم که 2 بار زد سیاه کبود آوردش. یک بار در خانه در پیشون دست پاشو بست گفت که میبرم در دایره میفروشه. در پیش خودم 6 تا بودم در دست پاشو بست در پیش خودم گفت میبرم میفروم. گفتم چی میفری در دست؟ گفتم نفر چی میفری؟ گفت که من میبرم میفروم شما هیچ کی چی نمیگه. نزدیکان الف ماه با اصرار میگویند در خودکشی خواهرشان شوهر او ساکن نارک محمد ظریف شریپوی 42 ساله عیبدار است. پریماه خدای نظر و خواهر خردی الف ماه خدای نظر و میگوید شاهد غرق شوی اپش بود. چون به شوهر اپش خبر داده است او تلاش برای نجات نکرده است. این گپ را پریماه به پلیس نیز گفته است. من دورتر بود، من دورگی نگاش کردم، اونم کپر پاپیکش برو از زمین دمانده که ایا تلفن گرفت تا زنگ زد. اکم دیگه خیش شد زنگ زد به سوئیس زنگ زد میدونم که همین زنگ زد تلفن داد که آدم گرفت داد که خش فرید. این طور برام خش فرید. وقتی که همین فرید خشم آب نخی پرواز کرد فیس بود که جیمی دست به دستاش چشمکش به خیلی بود. من دیدمش. اگر همونجا که شوهرش که اگر من اونجا گفتم که از نبیو بگردیم بریم بخپیمشه روی آب درفته است بود. میتونیم که مامور بکشیم بگیریم. نه که از نام که خاطر فرزندش که نکرده افتاد مام برو. ابراهیم شریپوف پدری محمد ظریف شریپوف در کنار دیگری شهر در دهه توت قبول جماعت پلیس سنگین از اینکه پسرش در بازداشت قرار دارد نگران است. بچه گفته بود که ما زنی روسی آوردگیم ما یا توجیه باید بگیرم. ما چند بار گفتم که یه بچه همین زنی که داری همین عورتی که هست 100 زن گفتم جواب رو بده. فهمیدی؟ خیلی بچه یوش گرفته من چیکار کنم؟ ما قطعی اویلم ما ایران نمیدونیم کیان. همو زنک اوچاش قطعی اپوهوش خواهرش خشون اسخولی کرده همین بچه را دادگیان. اینه با چندین کلندا میستادگیان این پرسونا که همین گپ درسته یا نادرست. ما قطعی کامپیرم نمیدونیم که خونی همه عورت در کجایه. الف ماه خدای نظر و 2 ماه حامله دار بوده است. مقامات شهر میگویند حال منتظر تحقیق سبب خودکشی او هستند. وقتی که سطح معرفتی بعضی از جوانان ما کاسته است، یعنی که از روی گفته‌های مادرش معلوم شد که الف ماه پس از ختم صنف 9 دوام نداده است خواندن در مکتب. شاید که از کمسوادی این دخترک باشد، شاید که از معرفت پس این دخترک باشد. با خودکشی دست زدن او چی عاقبت دارد شاید که خود درک نکرد. انا بنا بر همین سبب ها شاید که دختران ما با چنین کارها دست میزنند. مقامات حفظ حقوق در شهر نارک میگوید که علیه محمد ظریف شریپوف شوهر الف ماه خدای نظر و بر اساس 2 ماده کودکس جنایی تاجیکستان رسانیدن به خودکشی و بسیار زنی پرونده جنایی باز کرده تفتیشات ادامه دارد. محمد ظریف شریپوف فعلا در بازداشتگاه موقتی شعبه کارهای داخلی شهر نارک قرار دارد. الف ماه خدای نظر و که چند سال پیش از شوهری اولش طلاق گرفته است با محمد ظریف شریپوف 1 سال پیش ازدواج کرد، بیشتر در خانه پدرش زندگی کرده است. در حکومت اجازه هست که مردکای زوشون برسه بکنند زندگی کمی مثال چیزا پرابلم کم شود. نه که آخی که گفت که من زورو میرسه من خونه دارم ولی خونه دار اوسده خونه دارم زورو میرسه و گفت که خیلی میلوش
مقطع زنگ رو پروش نمیکنم گفت عذابش نمیتون زور میرسه گری هر وقتی که دختر بیوشید با خواستی خشه که که وقتی بگه بگیرم میخوای میگه بتوشه. در ساحل دریای وقت جستجوی جسد الیف ماه ادامه دارد. ماهیگیرها نیز موظف شدند که در صورت مشاهده نمودن جسد در آب به مقامات خبر دهند. هم عزیز بزرگی انسان چخه نمیدارم. اگر آبازی را بتونم و غیرتم باشه میدارم میگیرم اون را. حادثه های خودکشی یا قصد خودکشی در میان زنان در تاجیکستان نو نیست. وحشتناکترین حادثه خودکشی زهرا محمودآوا ساکن دهه قبل شهر نارک در 1.5 سال پیش بود. این زن همراه با 4 فرزند نابالغش روز 5 فوریه سال گذشته خود را به دریای وخش افکند. این حادثه جامعه تاجیکستان را تکان داد. مسئله خودکشی را سازمان‌های مدافع حقوق زنان در تاجیکستان خیلی جدی و نگران کننده می‌دانند و میگویند در اکثر حالت خشونت خانوادگی سبب این حادثه ها می شود. سال گذشته در تاجیکستان 327 حادثه خودکشی و یا تلاش خودکشی ثبت شده است که 168 نفر آنها زن بودند. آرزوی کریم، امیرالدین عالیموف، آزادی، دوشنبه.